اگر میخواهید در روز قیامت، روز محشر، الله سبحانه و تعالی یک مشکلی بزرگ شما را آسان کند، در این دنیا مشکلی بندگان الله را آسان کنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا، هر کسی که یک مشکلی بزرگ یک انسان را در این دنیا آسان می کند، نفس الله عنه کربتا من کرب یوم القیامه، روز قیامت الله سبحانه و تعالی یک مشکلی بزرگ آن را آسان می کند. و اگر می خواهید که الله سبحانه و تعالی روز قیامت، روز محشر، در نزد تمام خلائق گناه های شما را بپوشاند، عیب های شما را بپوشاند، پس بندگان خدا را در این دنیا عیب های آنها را، گناه های آنها را بپوشانید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: و من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره، و هر کسی یک مسلمان را عیب او را بپوشاند، الله سبحانه و تعالی گناه های آن را در دنیا و آخرت می پوشاند. و اگر می خواهید که الله سبحانه و تعالی دستگیری شما باشد، بندگان الله را دستگیری کنید، کمک کنید به آنها. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: والله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه، الله سبحانه و تعالی دستگیری بنده است تا آن دمی که بنده در کمک یک برادر مسلمانش باشد.